سلام دوستان گرامی، من حامد ایجنتم و تو این ویدیو از اونجایی که شما اصلا به هیچ وجه حتی یه دونه کامنت هم برای اون ویدیویی که گفتم میخوام این که چطوری سندس رو دوبله کنین بذارم و هیچ کامنتی نذاشتین، همینطوری اونم آخه چه توقعی دارم از خودم؟ من که هنوز 100 تا سابم ندارم. آخه منو چرا باید بیان کامنت بذارم؟ من بیشترین کامنتی که زیر ویدیو گرفتم 2-3 تاست، بیشتر از این نیست. خب حفاظ وسته بریم سراغ آموزش. خب دوستان متاسفانه شما اول باید وارد روبیکا بشین. موقعی که گفتم که بچه سال‌ها واسه همین بود، متاسفانه وارد روبیکا بشین و داخل پیجی به اسم GTA San Andreas Cube این مود رو پیداش کنید. حالا سرچ میکنید دوبله. ای بابا ریدم این تایپ کردم. ای چون نمیره. خب اشکال نداره، خودمون میایم میگردیم. داری کار میکنی؟ بله. ای خدا اوزار ما نکن. بله مود باشه. خب این از اون فایل بسیار دوست داشتنی هستش. خب آموزش همینجا نوشته، حالا بازم خونه بهتون میگم. شما اول از همه باید بیان پسوردش رو کپی کنید. من اینو کپی کردم. حالا آموزش نصفشو نوشته. این فایل باید داخل برنامه زد آرشیور کارشو انجام بدید. حتما باید زد آرشیور باشه. حالا بریم سراغ آموزش. نوشته که فایل آدیو رو در پوشه اندروید دیتا com.rockstargames.gtsa و داخل پوشه فایل باید کپی کنه به همه راحتی. خب حالا ما با زد آرشیور میشیم و بفهمید فایل آدیو رو کپی میکنیم. اندروید دیتا این از پوشه ساندرس و در فایلز کپی میکنم. بچه من قبلا کپی کردم دیگه نیازی نیست. فقط من اینجا نشونه که کدوم باید بزنید. این بچه های آپارات و گوگل روی این باید بزنید و بله به همین راحتی شما جی تی ساندرستون دوبله کردیم و هیچ مشکلی نخواهید داشت. تا ویدیوی دیگه بدرود، لایک و ساب فراموش